درست 26 سال قبل 30 اپریل سال 1997 در نتیجه حمله مسلحانه به پرزیدنت تاجیکستان و همراهانش در میدان نزد تئاتر به نام کمال خوجندی در شهر خوجند که با استفاده از سلاح و گرانات و مواد ترکنده صورت گرفت، بیش از 50 نفر از جمله پرزیدنت امامعلی رحمان جراحت برداشتند. اما امامعلی رحمان که از پایش جراحت برداشت، بعد همگی نیم ساعت در پی معاینه طبیبان به تالار تئاتر به نام کمال خوجندی برگشت و در پیش مردم سخنرانی کرد. در تشکیل سوءقصد به جان امامعلی رحمان در خوجند چند نفر از جمله نماینده عالم جنوبی خورشید عبدالشکورов ملقب به تایسون و عبدالله جانوف استاد دانشگاه خوجند و برادر سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالله جانوف را گناهکار کردند. تایسون هنگام سوءقصد کشته شد، ولی برادر عبدالله جانوف و چند نفر دیگر حکم قتل گرفتند. عبدالملک عبدالله جانوف حکم قتل برادرش را انتقام برای فعالیت‌های اپوزیسیونی خود مینامید. یعقوب سلیموف که سال 1997 رئیس گمرک بود و پرزیدنت را در آن سفر همراهی میکرد، چندین بار گفته است که امامعلی رحمان را آن روز از مرگ نجات داد. مادر مرحوم یعقوب سلیموف از جمله هنگام در زندان قرار داشتن فرزندش در چند نامه خود با درخواست عفو او به امامعلی رحمان این حادثه را یادآور شده بود. ولی سال 2020 نشریه SSSR در یک مطلب نوشت که جان امامعلی رحمان را سرمحافظش مراد سعیدوف نجات داده بود، نه یعقوب سلیموف. همچنین ژورنالیست نیلوفر عزیزی نیز در همان سال 2020 در یک فیلم مستند با نام دوربین حقیقت ویدیوهای نادر سوءقصد 30 اپریل سال 1997 به جان پرزیدنت را نشر کرد و نیز گفت که امامعلی رحمان را مراد سعیدوف نجات داده بود. چند ماه بعد از سوءقصد خوجند ماه آگوست سال 1997 یعقوب سلیموف را به دست داشتن در آشوب مسلحانه پلکوونیک محمود خدایبردیف گناهکار کردند و او ترک تاجیکستان کرد. او را سال 2004 از روسیه آورده به 15 سال زندان محکوم کردند. یعقوب سلیموف ماه ایون سال 2016 از زندان آزاد شد و از آن به بعد در دوشنبه در یک حالت نیمه آزاد به سر میبرد. مراد سعیدوف در این مدت صاحب عنوان جنرال مایور شده تا کنون رهبری خدمات محافظت پرزیدنتی را به عهده دارد و یکی از شخصیت‌های پرنفوذ در دایره‌های حاکم کنونی تاجیکستان دانسته می شود.